حدی فرق کننده بین کفر و اسلام. سوال: حدی جدا کننده بین کفر و اسلام چیست؟ آیا شخصی که شهادتین را با زبان می آورد ولی اعمال انجام می دهد که مخالف این دو کلمه هست در قطار مسلمانان شمرده می شود یا نه، حتی اگر نماز بگذارد و روزه هم بدارد؟ جواب: بسم الله. حدی جدا کننده بین کفر و اسلام این با زبان آوردن شهادتین، یعنی شهادت می دهد که اله بجز الله سبحانه و تعالی نیست و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول او صلی الله علیه و سلم است، با صدق یعنی با راستی و با اخلاص و با عمل کردن با طلبات این کلمه شهادتین. پس هر کسی که در این صنف ها پیدا باشد به درست که وی مسلمان است و مؤمن است، اما کسی که نفاق میکند یعنی سخنش راست نیست و عملش با اخلاص نیست، پس او مؤمن شده نمیتواند. همچنین کسی که شهادتین را میگوید ولی عملهای انجام میدهد که آنها را رد میکند و مثال شرک آوردن به الله سبحانه و تعالی. کسی که در حالت سختی یا آسایشتگی از مردگان کمک یاری و مدد میطلبد، یا کسی که قانونهای ساخته انسانی را بر حکم الله سبحانه و تعالی ترجیح میدهد، یا کسی که به قرآن و سنتی که ثابت شده است مسخره میکند، این گونه شخص به درستی که کافر است، هرچند شهادتین را نسبی گوید، هرچند نماز و روزه هم را نسبی دارد و توفیق تنها از جانب الله سبحانه و تعالی است. و درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و سلم و آلش و اصحابش. فتاوای کمیته دائمی علمای اسلامی و افتاء مجلد دوم صفحه 45.